خب خوش اومدین به این ویدیو. من بخوام بهتون بگم که الان قلب نرم، دلیلش اینه که میزنیم اینجا ریلود. الان دیتا پک شروع میشه. خب الان ما میخوایم همچین قلبی رو درست کنیم، بعد چند تا مأموریت انجام بدیم تا بتونیم این قلبی که میبینیم رو درست کنیم. هر کدوم از قلبام یک خاصیت دارن بر خودشون. حالا از اول از همه من این درخت رو قطع کنم. از اولین قلبمون چی داد؟ اون سایت چیه؟ حالا از 4 تا سگ میخواد، نشوگر آرمون میشه با اینا درست کرد. سورد نداره، مثلا شمشیر باش، بیل داره، شمشیر داره. شمشیر بسازیم؟ نمیدونم دقیق چیکار میکنه، بس فعلا هیچی باش نمیسازم. فعلا یه دونه تبر و پیکرز. خب بعدی ببینیم چجوری ساخته میشه. بعدی هم که این بنفشه بود دیگه، 4 تا سنگ، یه دونه شوگر. حالا قدرت این زرده چیه بهمون داد؟ باعث میشه که چی؟ او بالا رو که نگاه کنم پرواز میکنم. چطوری قضیهش؟ وایسا دقیق متوجه نشدم. میگه بالا رو نگاه کن تا پرواز کنی دیگه. خب یه شیفت هم که بگیرم سریعتر میشه ها. که قابلیت بدی نیست، به درد میخوره. بده من چند تا شد؟ 5. حالا چند تا سنگ بذار جمع کنم. وای یادم رفت که رفتین تیبلمو بردارم. مشکل نداریم، یکی دیگه میسازیم. من غنیم. خب از 5 تا شوگر نم پاور هارت چیکار میکنه؟ کینگ دمیج، گیوینگ استریج اند اسپید. میگه دمیج بخوری این قوی تر میشه، سرعتت هم فکر کنم بیشتر میشه. حالا تستش کنیم دیگه. یه چی پیدا میشه اینجا به من دمیج بزنه. چقدر خوش شانسم من، ولی ناگه قشنگم شکر پیدا کردیم همین بغل از این تمپلاس. نیم چی داره دایمند داشته باشه فقط. فال دمیج هم که نمیخوره. ما دیدی الان دمیج خوردم. وی استرنج وی اسپید 2. اوکی در با تبر میکنم هرچی داد بده دیگه که ایونتوریم خالیه. دایمن نداشت، بعید میدونم. نه نداشت. بعدی رو ببینیم چی میخواد. 4 تا آهن، یه زغال. همین الان 4 تا. میگم من خوش شانسم، باور نمیکنی دیگه. نه کن 4 تا آهن رو گرفتم، حالا یه دونه زغال میخوام. اونجا هم تو غاره زغال بود. پرواز کن. این چستش کجاست؟ اینم از چستش. چی داره؟ یه سری چرت و پرت برمیداریم. بیلو بده من. آیرون ناگتام تبدیل کن با آهن. تو هم بیا، بهتر رسید چیه برحال. سافت منیشینگ. این زغالمونم پیدا شد. بیا 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 بیا. نه. چطوری من رفتم تو بلاک؟ نه دیگه ماینکرافته دیگه، چه میشه کرد؟ همینه که هست. اصلا مشکل داری اصلا ماینکرافت بازی نکن. من الان چیزی بالا سرمو نگاه کنم زغال بکنم وقتی این پرواز میکنه.
الان توی بلاکم. خب یه دونه زغال میخواستم، حالا 3 تا من جمع کردم. این از قلب چیه؟ رندوم آیتم داره، دمیج بخورم آیتم های شانسی بهم میده. خب الان دمیج نیدرو چست پلی. علی اینجوری نمیشه، مثلا لاوا نمیدونم میمیرم به نظرتون تو لاوا؟ اوه 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 آیتم هم اینجا دراپ میشه. این چست پلیته مثل اینکه خیلی چیز خفنی بودم اولین بار بهم داد. این چیز ندرایتی دیگه من نمیبینم من دراپ کنه. بریم شمشیرینو بسازیم یا نبزنم. نم زیاد افکت خفنی نداره. خب پرواز ببینیم بعدی چی میخواد. مابا میگه دراپ میکنن روح. مثلا نه این پوشنای خالی اینجا بوده. پوشنای خالی چی میگم. خب بذار حالا بریم دنبال ماب بگردیم این وسط. سیس رو نگاه، یه کلاه و یه دونه کفش با شمشیر دارن میان بکشنت. روح داد. Give me your soul. روح داد. ستا بچه ها نمیدن. ای آقا فرقی داره تو که بزرگ بودی. مطمئن شم از اینکه بچه ها میدن روح یا نه. میبینی داره میگه بچه ها روح نرن. نباید الان بعد بر بخوره. چند تا روح شد؟ 3 تا. نمیشه کاری باش کرد مثلا راست کلیکی. نه بذار اتک بدید به من. اسکلتون راستش دلم اصلا نمیخواد بهم اتک بده، سخته. بزن حالا بزن. چیا میگیریم؟ چهار تا روح وسطش. نه 6 Hitting mob will give. ما با اتک بده بهت پوشن افکت میده. خوبه بد نیست. 2 تا قلب مونده. اندر پرل با گلد دارم همشو. این 4 تا گلد. اندر پرل کو انداختمش همینجا باید بشه ایناشش. جامپ بوست گرفتم. اینطوری میپره فضایی جامپ میزنه. خب چیکار میکنه؟ بشینم راست کلیک کنم من تلپورت میکنه. تلپورت میکنه. از زبونم نچرخید. بعدی آخریم از اینا با 4-5 تا ردستون. من مشکل ردستون نامزن که درستش میکنم. ردستونو وسایلم فقط کجا آینه چی میخواست؟ در ردستون احتیاج داریم. این ما با اتک بدن امکان داره از من ردستون بیفته. امکانش فکر کنم باشه. اسمایت بهتر. دمیج بزن به من. اسکلتون
ردستون میخوام. اینا چی دراپ میکنی؟ حالا ببین من چند دقیقه اینجا وای میستم. اگه ردستون داد که داد، نداد بعد بریم ماین کنیم. آیتمایی این چیشی اسلایمه چرا این چند شده؟ خدایش اینجوری اینجا نفرین شده اساسا. خب اینو دوتا میکنیم چقدر میشه؟ حالا دوتا میکنیم که حرف خوبی نبود ولی خب. آها ناکبک ایکس حالا یه ذره جالب شد. چیز خفن دیگه ای که اینجا نیافتاده جز این هلمت ندرایتی. چی شد؟ یه سرعت گرفتم. جالبه نیست. این فکر کنم آخریش گفته بود بساز این شمشیر رو. اوکی همه قلبا رو بسازم اینو میگیرم یا نمیتونم؟ درک نکردم نفهمیدم چی گفت. خب میایم اینجا یه دونه پیککس دایمندی میسازیم. واقعا باورم نمیشه الان من باید برم دنبال اسمش چی بود ردستون. حاجی میدونی چی شد؟ خود به خود اینجا وایساده بودم همه چند دقیقه برام ردستون بندازه، این همه آیتم افتاد. یا خدا این قلب سبزم مثل این که فکر کنم همون آیتم ها دراپ شد چون یهو گرفتمش. چیه که بعدش بیاد از قلب مجانی ها؟ ببینم این چی کار میکنه. یا mob sent him to dark dimension. Can get mob. ببینم اول یه چند تا آیتم اینجا افتاده بود چیان. سری او راست کلیک کنم چی میندازه؟ اوکی اون آیتم ها رو دیدم ولی سبزه فکر کردم باید بیم نزدیک ما بشم مثلا راست کلیک کنم. نگو اینطوری تیراندازی میکنه بشه. داخ بمیر ما چوی ما مثلا اسنایپ وای مثلا اسنایپ بکنی اینا رو. مثلا دا یکی دوتا من اسنایپرم ها میبینی شلیک میکنم با ببینم. همین دیگه آقا کل غربا خاصیتشون همین بود. این شمشیرم گفت بساز دیگه ماموریت دیگه نرم. اینو میندازیم دور. بده من که رفتیم تیبلو با این تانگستانا رو انداختم. نمیدونم نیستن توی ایونتوریم یا هستن من نمیبینم که بعید میدونم باشن توی ایونتوریم. خب برحال خب مرسی ازت که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی. اگه بازم از این سبک ویدیو دوست داشتی به چنل حتما سر بزن و اینکه بهتون بگم تا ویدیوهای بعد بدرود.